بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه هو خیر ناصر و معین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اگر کسی بمیرد اما امام زمان خودش رو نشناسد، مثل این که در جهالت از دنیا رفته. یعنی این شخص اگر امام خودش رو نشناسد و اعتقاد به امام زمان خودش نداشته باشد، هیچ اعمالی ازش پذیرفته نیست. تمام اعمال ما وابسته به ولایت هست، وابسته به امامت هست. وقتی که حاج علی بغدادی حضرت رو در راه کاظمین به بغداد زیارت می کند و مسائلی که از حضرت می پرسد، با این که حضرت رو نمی شناخت، بعداً شناخت، اما یکی از این مسائل این بود که حضرت می‌فرماید اگر کسی از اول عمر تا آخر عمرش روزها روزه باشد و شبها به نماز بایستد، در بین صفا و مروه از دنیا برود، اگر بی ولایی باشد، اگر امام خودش رو نشناسد، به رو به آتش جهنم میاندازند. یعنی هیچ اعمالی از این شخص قبول نمی کنند. بدون امام هیچ اعمالی پذیرفته نیست. نه تنها ما شیعیان، بلکه اهل تسنن هم بر این حدیث حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قائل هستند. علامه امینی رحمت الله علیه که تمام وجود خودش رو فدای حقانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد، این شخصیت کوه تقوا، این شخصیت دریای علم، می‌فرماید یک روز اهل تسنن از من دعوت کردند. وقتی که از من دعوت کردند گفتم آقا میام به مجلس شما، اما بحث نکنیم، چون وقتی که بحث می کردیم اینها محکوم می شدن، ناراحت می شدن. می فرماید اول قبول کردن، اما وقتی که رفتم به مجلس آنها، وقتی که نشستیم یواش یواش بحث شروع شد. اونجا متوسل شدن به صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها. وقتی که نوبت به من رسید، اول از اینها شاهد گرفتم، اول اینها را قسم دادم به چیزهایی که قائل هستند. گفتم آیا این حدیث حضرت پیامبر درست هست؟ من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. همشون اعتراف کردند که این حدیث اشکالی درش نیست. این حدیث از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست و حق هم این هست که اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد، مثل این که در جاهلیت از دنیا رفته. علامه امینی رحمت الله علیه می فرماید بعدش گفتم شما را به خدا، وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، امام زمان خانم کی بود؟ می‌فرماید اینها موندن. اگر میگفتن ابوبکر که نمیشد، چون ابوبکر
40 سال بتپرست بود. این نمیتونه امام زمان بشه. اگر عمر رو میگفتن باز نمیشد. اینها موندن و محکوم شدن و همشون اعتراف کردند که امام زمان حضرت زهرا سلام الله علیها امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود.